این جنگ طالب در برابر ما نیست برادر. طالب جگرگوشه ما، طالب عضو وجود ما، طالب نور دیده ماست. الساکت عن الحق شیطان اخرس، کسی که حق را نمیگه شیطان گنگ است. قرآن میگه که اینا را خوب بکشین. خوب معنای خوب کشتن میفهمین؟ بزجر بکشینش، بزجر بکشینش، خوب بدار بزنیشانه، یعنی بانین که یک ما مردم سیلش کنه، خوب دست راست و پای چپش قطع کنین و خوب از روی زمین گمشان کنین. ما برایتان میگم 5 نفر از این جنایتکارای متکرری که انتحاری را بیار ببر، بم را بیار ببر، 5 نفرشان در 5 دروازه کابل برای یک هفته اوزان کنه. پردای کٹ ترنی مشبوی به دنیا بسیار وزر کردیم جناب رئیس، بسیار وزر کردیم و اگر دنیا ما را اعلا بته خدا ما را اعلا نمیده. دوستانو سوله پده که هیچ شک نشته چه ضرورت ده، مگر دومره چه ده منگ ضرورت ده دومره ده طالب ضرورت نده. یعنی پده منگ باید پیوشو چه دا ضرورت منگ تا دیر اهم ده نسبت مقابل لیوریده.